ای میخوام واسدم ای بسن وقت دعای نه بشه زن نه که رنگ سخت گم نمیبینم دنیا بهرالدین صبور، امیدوارم این پیام مرا همچون نصیحت برادرانه میپذیری. به ایمان تو خطاب میکنم که فرزند مسلمان هستی و به قرآن باوری داری. به حجابی و نرم و شیرین صحبت کردن زن با مردان بیگانه گناهی بزرگ است. این حکم قرآن است. اما شما در برنامه بانوی پرهنر این حکم خداوند را نادیده میگیرید. از همه بدترش آن که این گناهی بزرگ را به نمایش میگذارید که اخلاق جوانان از آن فاسد می شود. زنی را به نمایش می برارید که لباسهای تنگ و نیم برهنه پوشیده است. به حجاب است و چهره رنگارنگ دارد. با چنین سر و لباس شهوت انگیز او را به گاوجوشی و یا دیگر کارهای خواجگیداری وادار می کنید و او با آه و واه و خنده و قهقه این کارها را انجام می دهد. وقتی هم می شود بالای سینه‌اش نمودار می شود که شما این همه گناهان را نواربرداری کرده به نمایش می گذارید. تو را به خدا قسم، آیا همین فعل کارها را به همسر و خواهرت روا می دانی؟ یک مرد بیگانه با همسر یا خواهرت همین فعل نوارها به نمایش گذارند برایت پسند است؟ ببین، کسانی که فقط دوست داشتند که در بین مؤمنان به حیاگی پهن شود، آنها را خداوند در قرآن به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرد. پس شما که خودتان به حیاگی را پهن دارید، آیا از عذاب دردناک خداوند نمی ترسید؟ نرم و شیرین صحبت کردن زن با مردان بیگانه حرام است. اگر باور نداری آیه 32 سوره احزاب را بخوان. اما در این برنامه شما چقدر با هم نرم و شیرین و با قهقه و شوخی ها صحبت میکنید. چقدر گناهان کبیره را انجام میدهید و آن را به نمایش میگذارید. از الله بترسید. گناه هر بیننده را به دوش میگیرید و در روز قیامت هر بیننده در پیشگاه خداوند بر علیه شما گواهی میدهند.